میدونی بعضی وقتا ذهن آدم از خودش قوی تر میشه. یه صدا توی سر که میگه دوباره چک کن، هنوز تمیز نیست. اگه یه بار دیگه نشوری یه اتفاق بد میفته. برای النا اون صدا تبدیل شده بود به فرمانده زندگیش. النا 29 ساله بود، پرستار بیمارستان. یه زن با دقت بالا، همیشه منظم، همیشه دقیق، اما پشت اون دقت یه اضطراب پنهون بود که سالها همراهش بود. همه چیز از یه اتفاق کوچیک شروع شد. یه روز توی بیمارستان بعد از اینکه از اتاق یه بیمار عفونی بیرون اومد، حس کرد دستاش آلوده است. رفت شست، ولی وقتی برگشت صدا تو ذهنش گفت شاید هنوز کثیفه، یه بار دیگه بشور. شست و دوباره و دوباره و دوباره و دوباره تا وقتی که پوست دستش ترک خورد و خون اومد. اون شب وقتی به خونه رسید مادرش گفت النا چرا اینقدر دستات قرمزه؟ خندید و گفت آخه بیمارستان دیگه، آلودگی زیاده. ولی خودش میدونست موضوع چیز دیگری است. ذهنش پر از اگر بود. اگر شستم کافی نباشه چی؟ اگر مریضی منتقل بشه چی؟ اگر تقصیر من باشه چی؟ و این اگرها مثل طناب دور گردنش میپیچیدن. صبحها قبل از رفتن سر کار 1 ساعت فقط درگیر چک کردن در و اجاق و پنجره بود. در رو میبست، برمیگشت چک میکرد، میرفت، دوباره برمیگشت چک میکرد. ذهنش نمیذاشت آروم بگیره. یه روز تو بیمارستان همکارش دید که النا داره برای 8مین بار پشت سر هم دست میشوره. رفت جلو و گفت النا حالت خوبه؟ النا لبخند زد، یه لبخند لرزون، گفت فقط باید مطمئن شم. اما ته دلش داشت فرو میریخت. چند هفته بعد بالاخره یه شب توی حموم وسط شستن بی پایان نشست روی زمین. آب هنوز میریخت و اون فقط نگاه میکرد به دستهای زخمیش. آب گرم، پوست ترک خورده، اشک توی چشماش. آروم گفت من خستم، واقعا خستم. فرداش رفت پیش یه روانشناس، دکتری به اسم ماریا. زن مهربونی بود که بهش گفت النا تو تنها نیستی. وسواس فقط تمیزی نیست، یه اضطرابه که خودش رو تو رفتار نشون میده. جلسه ها شروع شد. اولش سخته. النا نمیتونست جلوی شستنش رو بگیره. دکتر گفت ما عجله نداریم، فقط سعی کن یه بار کمتر از دیروز بشوری. و همون یه بار کمتر براش مثل فتح یه قله بود. دکتر ازش خواست یه دفتر درست کنه. اسم دفترش بود افکار من واقعیت نیستن. هر بار که صدا تو ذهنش میگفت بشور، باید مینوشت الان ذهنم داره منو میترسونه ولی من تصمیم میگیرم. اوایل سخت بود، ذهنش مقاومت میکرد، اما کم کم اون صدا ضعیفتر شد. یه روز النا سر جلسه گفت ماریا،
امروز فقط 2 بار دستامو شستم و عجیب اینه که دنیا هنوز سر جاشه. ماریا لبخند زد، گفت دیدی؟ ذهنت تهدید میکرد ولی واقعیت آرومتر از اون بود. ماها گذشت. النا هنوز وسواس داره ولی یاد گرفته باهاش بجنگه، نه تسلیمش بشه. دیگه اون زن شکسته زیر دوش نیست. حالا هر وقت حس اضطراب میاد یه نفس عمیق میکشه و مینویسه من کنترل رو پس گرفتم. وسواس فقط درباره شستن یا چک کردن نیست، درباره نیاز به کنترل چیزیه که از درونت فرار کرده و وقتی یاد میگیری با ذهنت مهربونتر حرف بزنی اونم آروم میشه.